باور می‌کنید در یکی از دیوانه‌وارترین شب‌های تاریخ فوتبال ایتالیا، آس میلان دربی دلا مادونینا را با 6 گل تاریخی از اینتر با سن سیرو منفجر شد و هواداران اینتر در سکوت فرو رفتند. غیره. سلام به همه فوتبال دوست. امروز برمیگردیم به همون شب افسانه‌ای، شبی که میلان قدرت واقعی خودش رو به دنیا نشون داد. از همون دقایق ابتدایی، قرمز و مشکی‌های میلان مثل یک طوفان به سمت دروازه اینتر حمله کرد. پاس‌های سریع، حرکات تماشایی و گل پشت گل غیر یکی، 2 تا 3 تا و این فقط شروع ماجرا. هواداران اینتر فقط به‌زده نگاه می‌کردند. در حال نیمه دوم هم برای اونها کابوسی تازه بود. میلان دست بردار نبود، گل 4 پنجم و ششم وارد دروازه شد و هر بار صدای شادی هواداران روسوناری آسمون سن سیرو رو می‌لرزاند. این فقط یک پیروزی نبود، این یک تحقیق تاریخی بود. لحظه‌ای که هنوز بعد از سالها همه درباره‌اش حرف می‌زنند و اسمش در تاریخ سری ها جاودانه شده. حالا نوبت شماست. به نظرتون این بازی بزرگترین دربی تاریخ بود؟ نظرتون رو توی کامنت ها بنویسید و یادتون نره برای دیدن بازی‌های تاریخی بیشتر کانال رو سابسکرایب کنید.